کیا میخوان اینجا جراحی بزنن بعدا؟ 3 تا 4. شما نمیخواین؟ کلا تا الان متوجه شدین تفاوت جراحی داخلی با هم چیه؟ بعد آدمایی که تو اون فیلد هستن چی؟ تفاوتشون رو فهمیدین؟ جراحا مثلا چجوری هستن؟ خیلی آدمای خوبی هستن. چی هستن؟ چیزترن یعنی چی هستن؟ امید بزن. انرژیشو مثلا با خشک‌تر، مثلا زندگی خیلی روتین‌تر، مثلا آره خیلی تو خودشون تک‌بعدی‌تر مثلا. کیا از رشته ریاضی اومدن تجربی؟ همه تجربی بودین؟ هیچکی ریاضی نبوده؟ حالا دوستایی دارید که تو رشته ریاضی باشن؟ خب اونا چقدر با شما تفاوت دارن؟ دیدین؟ اصلا ذهنشون یه جور دیگه است. ذهنشون ذهن ریاضیه، خیلی فرق داره با بچه‌هایی که تجربی هستن. خیلی وقتا نمیتونن همدیگر تحمل کنن ها. یعنی چیزایی برای بس اونا جذابه که برای شما هیچ جذابیتی نداره و بالعکس. یه چیزایی رو شما خیلی دوست دارین اونا اصلا میگن یعنی چی؟ چرا؟ حالا این تفاوته بعد میره تو مثلا هنر با ریاضی، هنر با تجربی. خب میخوام یه چیز دیگه بگم. این بچه‌هایی که میخوان جراحی بزنن چقدر خودشون رو شبیه اون جراحا میبینن؟ میبینن یا نه همینجوری من دوست دارم جراح بشم با این تفکره؟ ها؟ میبینی خود چیزی. خب بقیه هم که داخلی و یه سری پاتو رادیو و یه اشتباه خیلی بد میدونی اینجا چیه؟ یه سری خانومایی که خیلی داخلی‌ان میرن یه رشته زنان. حالا به دلایل مختلف میگم من نمیخوام مرد ببینم، من خانواده‌ام گفته که مرد نبین، نمیدونم. به شدت آسیب میبینن، وحشتناک. چون رشته زنان یه رشته‌ایه که فوق العاده باید همون که دکتر گفت چیز دستش فوق العاده باید اونجوری باشن. خب بچه میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم خیلی فراتر از اینا. ببین دیگه الان سن شما مخصوصا بعد که فارغ التحصیل میشید دیگه از اون موقعی که بهتون میگفتم میخوای چیکار بشید دکتر مهندس خلبان اینا دیگه میشه اون دره رو ببندین صدای هیلتیشون نیاد. چه ساخته همیشه تو ایران ساخت و ساز این حرما میری همه جا دارن میسازن، بیمارستانا یکی داره میسازه. حالا اونایی که تو ساخت و سازن چقدر چیزن. آره همیشه مشغول ساخت و سازه. خب اینو داشتم میگفتم ببین اینجا دیگه باید خیلی دقیق بچه‌ها انتخاب بکنید دیگه فرصت آزمون و خطا ندارینا. من همیشه سر عملا به بچه‌ها میگم یه سری آهو رو در نظر بگیرید، شیر بهشون حمله کنه. شیر حمله کنه بهشون نمیگه خب حالا اشتباهی من تو رو گرفتم، این دفعه تو خیلی خوشگلی خوشبویی تو برو، دفعه بعدی میخورمت. دنیا اینجوریه ها، یه موقعی کوچکترین اشتباهتون رفتن تو کام اون شیره است. دیگه نمیتونی راه جبران نداره. اگه اینجا رشته‌تون رو درست خودتون رو نشناسین، رشته‌تون رو اشتباه انتخاب بکنید. ما خون روزه گوارشی یه رو 20 دقیقه صحبت می‌کنیم. باقیش اینا رو بهتون میگم. بچه‌ها همیشه استقبال میکنن دوستان چون کسی راجع به اینا صحبت نمیکنه. من میخوام یه چی بهش میگن دکوپاژ، یه صحنه آرایی بکنم از آینده رشته ها. ببین چه اتفاقایی میفته. من خودم بچه‌ها یه مقطعی رفتم دیلم و دسفول. بعد ما یه بیمارستانی داشت شهیدزاده بهبهان. این کلا دو تا ما فلانجا خیلی خوب بود. 2 تا جراح بودیم. اومد گفتش استاد 17 تا جراح اونجا هست. سر شیفت وایسادن با هم دعواشونه. این میگه من قدیمی ترم 2 شب وای میسم، اون میگه نه تو جدید اومدی اصلا شب نباید وایسیم. خیلی وضعیت ناجوری توی این چیدمان نیروها وجود داره. باز یکی از خانم دکترامون ما گفتیم رفتش حالا یه شهری باز اسمشو نمیگم. این میگفت فقط منو میخواستن که بگن جراح تو این بیمارستان هست، نه بیهوشی بود نه هیچی. بعد این خانم دکتر خب 2 سال و نیم 3 سال دست به هیچی نزده بود. یعنی شما جراحی دیگه
باید هی کار بکنید، دستاتون راه بیفته. فکر کن رفته بود یه شهری که فقط برای اینکه نماینده و نمیدونم فلان بگم ما اینجا جراح داریم مقیم، هیچ نه عملی میکرد در حد اینکه مثلا یه چستیوب میذاش برای یه مریضی و اعزامش میکرد و در این حد. خب خیلی باید با دقت انتخاب بکنید. ما الان یک فارغ التحصیلامون رفتش لب مرز دیگه، اون طرفش طالبانه، برادرها و دوستان طالبانمون. خب خاش بعد کلا 3 تا 4 شب میخوانش. اینقدر اونجا زیادن گفتن آقا نمیخوایم، اینم حالا وضعش زیاد بد نیست احتیاج نداره، کلا در ماه 3 شب میخوانش. پس اول اون خودشناسیه، بعدش تازه مواجه میشین با وضعیت درآمدی تو رشته پزشکی. دیگه اون زمان قدیم که بچه‌ها میرفتن طرح و برمیگشتن یه دونه BMW میخریدن و یه خونه میخریدن و اینا همه تموم شده ها. الان طرح میرید، همین الان اگه برید طرح پر کنید ما به زور برسید 15 میلیون 20 میلیون به زور ها، به زور. بعد ببین چقدر درس خوندی، 7-8 سال درس خوندی، 4 سال تخصص، 2 سال طرح، 2 سال طرح. یعنی اون همیشه بچه‌ها میگم اگه توی محلتون سوپرمارکت میزدید برند شده بودید تا اون موقع. آره با همه محل آشنا بودید، میرفتن مسافرت کلید میدادن، گلاشون آب میدادید. خب ولی تازه 0 کیلومتر میخواید بیاید حالا توی جو رقابتی که ببینید جو رقابتیش چه خبره. من همیشه به بچه‌ها میگفتم جراحی قلب رو تو نظر داشته باشین. جراحی قلب اتفاقی که براش افتاد نمیتونم اسمش رو چیز خاصی بذارم که معنی بد بده، ولی به هر حال ببین یه اکیپی میرن یه قسمتای از جراحی قلب رو میگیرن و خب کار میکنن اونجا دیگه، میگن ما جراح قلب ما 15 سال خیلی ها، و علاوه بر اون 160 نفر تو لیست انتظار پمپ قلبن. یعنی رفتن دارن دوباره آپاندیس عمل میکنن چون راه براشون نیست بیان جراحی قلب بکنن. به خاطر همین رشته‌های فوق بعضی رشته‌هاش که اینجوریه، اینم به ضرر کشورها در کل. شما در نظر من همیشه میگم در 15 سال آینده دوباره میشه اونجوری که برای CABG باید برید کشورهای دیگه. یه کسی اینجا انجام نمیده، نیست کسی اصلا ندیده دورشو. 2-3 تا جراح قلب داریم دارن اونا این کارو انجام میدن و جوای عجیب غریب هم توشون هست دیگه. ما یه بار با یه گروه جراح قلب عمل مشترک داشتیم، یه سارکوم خیلی وسیع داشتیم که این ترومبوز وریدی کرده بود رفته بود بالا. خب ما تا زیر وریدای کبدی هم در میاریم دیگه، بالای وریدای کبدی باشه بعد مریض بره رو پمپ، میره رو پمپ قلب، اون قسمت آخر از دهلیز قلبو باز میکنن جراح قلب در میاره. ما از پایین حواسمون هست که حالا اتفاقی نیفته. ببین یکی از همکارا استادا اومد تو بخش مشاوره ما رو جواب داد، یکی دیگه تو اتاق عمل فقط شان انداخت، یکی دیگه قفس سینه رو باز کرد دایسه کرد و یه جراح اصلی اومد مریض برد رو پمپ اینو در آورد و رفت. یعنی قسمت نهاییش هم باز یکی دیگه انجام. یه استاد فقط وظیفه‌ش این بود مشاوره تو بخش جواب بده. بعد من گفتم چیه جریانش؟ گفتن نه همینجوری دیسیپلین اینجا اینجوریه. گفتم بابا این دیگه چه دیسیپلینه؟ بیاد ببین ما اینجا عمله ادوانس جراحی کنسر رو به رزیدنت سال 1 میگیم آقا از اینجا برو، اینجا راحت‌تره، تو اینجوری بری یاد میگیری. ولی خب یه جوای اینجوری اونجا هست دیگه. حالا با اسمایی به نظر من توجیه شده این دیسیپلین ها، مرکز آموزشی باید آدم یاد بده دیگه. شما باید بذاری یکی 2-3 تا آناسوموز بزنی مریض ببره رو پمپ بیاره چند بار این کارو بکنه، در نهایت هیچکی راه نمیفته. خب و یه خیانت بزرگیه که میشه نمیدونم کی قراره حواسا جمع بشه. و جان باید یا بلندتر حرف بزنی یا جراحی نیای. ببین اینجا دیگه نباید اشتباه کنید. ببین یه نفر، من الان یه چیزی بهتون بگم، ما یه مطالعه خیلی خوشگل کردیم راجع به اینکه روانپزشکی گذروندیم. ببین تو روانپزشکی یه بخشی مبحثی وجود داره به نام پرسونالیتی دیزوردر، خب اختلالات شخصیت. یه بخش فوق العاده جذابه که چند سال اصلا ممنوع بود تدریسش. ما یادمه که رزیدنت بود، اینترن بودیم، استیجر بودیم،
یه رزیدنت خیلی قوی بود به نام دکتر سامرند سلیمی، الان یکی از روانپزشکای خیلی برجسته است تو کوکی تراپی و سکس تراپی و اینا کار میکنه. و یکی دیگه بود دکتر بهنام اوحدی که اصلا سکس تراپی مدرن رو ایشون در واقع الان پایه‌گذاری کرده. اینا با ما صحبت میکردن، مبحث پرسونالیتی دیزوردر برای ما گفتن. خیلی جالب بود اون موقع. من از اون موقع این برداشت کردم، بعدش که اتند شده بودیم تو طراحی بچهای پایان نامه با ما گرفتن ببینیم شخصیت‌ها با پزشکا چجوری مچه. ببین پرسونالیتی بعضی وقتا دیزوردره، مثلا میگیم OCD یعنی وسواسی. شخصیتایی که وسواس دارن اینا یا تو زندگی خودشون یا زندگی بقیه اختلال ایجاد کردن. خب یه قسمتش تریتس شخصیتیه. یعنی چی؟ یعنی این شخصیت رو دارن، خب به کسی آسیب نمیزنن. حالا ممکن اگه مادر شوهر بشه عروسشو بچزونه ها، خب ولی در حد خودش فعلا یه وسواسی داره، خودش کنار میاد. یا یه کلاستری داریم، کلاستر B، اینا کلاستر ABCD میشن. توی بیش یه سری پرسونالیتی هستن که ما بهش میگیم لوکوموتیوهای جامعه. این من باز از دکتر اوحدی یاد گرفتم. چه شخصیتایی توشن؟ اولی شخصیتای نارسیسیستن، یعنی شخصیتایی که همیشه دوستن رئیس باشن، هم وزیر بوده فلان بوده، آخر سر میگه یه بار نماینده مجلسم بشم، 206 با لنکروز فرق نداره. خب نارسیسیسته، میاد همه جا حرف میزنه. خب تو کلاستر بی آنتی سوشیالا رو داریم. آنتی سوشیالا کدومان؟ آره شخصیت‌های ضد اجتماعی دارن. اینا توی پروتوتایپشون اون دزدا و ایناست دیگه، ولی پایین‌تر هم بیای همین قالتاقایی که مشاور املاک میزنن، نمیدونم موبایل میفروشن، یا پزشکایی که میزنن تو کار زیبایی، آرایشگرای فریخته میشن. خب اینا آنتی سوشیالان. بعد هیستریونیکا رو داریم، شخصیت نمایشی. شخصیت نمایشی کیان؟ اینا که خیلی چیک و پیک می‌کردن، تاریخ تولد همه تو ذهنشون هست، برای تولد همه گل میفرستن، هنرپیشه خیلی خوب میشن. خب اینا اتفاقا روابط بسیار خوبی با مادر شوهرشون دارن، با آره خیلی خوب، یعنی مادر شوهر اصلا میگه این بهترین عروس دنیاست. خب نارسیسیست هم که تو این به اصطلاح دسته است. حالا این دسته با هم همپوشانی دارن. ما همیشه تو روانپزشکی میگیم که ما انتظار داریم یه آدم نارسیسیست یهو جلوه آنتی سوشیال هم بکنه. مثلا خاوری انتظار داریم که چون اینا همپوشانی دارن، کسی که نارسیسیست حتما آنتی سوشیال هم داره، حتما. حالا مثلا بوسش تو آسانسور در میاد، یک چیزی ازش در میاد که میفهمید آنتی سوشیاله. خب به خاطر همین حالا یه چیز جالب‌تر بگم، ما این مطالعه که کردیم اومدیم پرسشنامه دادیم. خب معلومه شخصیت‌ها دیگه، بخوای تریتس یه نفر بگی حتما تو این کاتگوری‌ها انجام. تو کلاستر A هم کسایی داریم مثل اسکیزوئیدا، اسکیزوتایپ‌ها. اسکیزوئیدا کیان؟ اونایی که دوستن تنها باشن، توی اتاقشون هیچ نوری روشن نیست، تلویزیون ندارن، یه سری کتاب قدیمی دارن، یه سری نوار دارن، بنان و نمیدونم اینا رو حتی رو صفحه گوش میدن. خب اینا هم هنرپیشه میشن، ولی هنرپیشه بشن میشن کی؟ عزت الله انتظامی میشن، مثلا میشن خسرو شکیبایی. خب اینا مثلا هیچ موقع گلزار نمیشن که اصلا نمیفهمین بازی میکنه، خوشگله، بدگله، معلوم نیست چیه. خب اونا کلاستر بیان. بعد تو کلاستر A اسکیزوتایپالا هم داریم. اسکیزوتایپالا کیان؟ اسکیزوتایپالا اینان که ماجیکال تینکینگ دارن. مثلا فکر میکنن اینجوری بهتون بگم، میخوان هر کاری بکنن، مثلا 10 تا نرم افزار استخاره تو موبایل دارن، این کارو بکنم یا نکنم. خب این کار بکنم، خدا گفته بکنم. بعد با خدا خیلی خودشون رو نزدیک میدونن. این تا یه قسمت‌ها اینا طبیعیه ها، ولی از یه جایی به بعد دیگه اختلاله. اگرم داری باید اینا رو خیلی جالب بود. من یه خانم دکتر خیلی مظلوم و اینا میگفت من استخاره کردم اومده برم جراحی، باید بیام جراحی. گفتم بابا نکن این کارو خانم دکتر، آخه مگه استخاره اینه؟ استخاره یه چیز دیگه است، اصلا ربطی نه. خلاصه اومد و حالا دختری که از اتندینگ ما بود خیلی دختر خوبی بود، این 1 سال موند و اتفاقا تو همین سینا اینو انقدر اذیت شد رفت داخلی، رفت اطفال داخلی. خب اینا اسکیزوتایپولان. خب حالا ما اومدیم گفتیم ببینیم تو کلاستر سی هم کسایی مثل پسیو اگریسیو این کارمندای دفتری و اینا هستن، با دمپایی نشستن اون پشت میری فردا بیا. بیرون از اونجا هیچ ارزه‌ای نداره، ولی اونجا که اونو بهش دادن پسیو اگریسیو، هر کاری بتونه انجام بده. یا پروتوتایپشون نمیشه. یا خانمای دیپندنت هم تو این کلاس هستن، مثلا خانمایی که وابسته میشن، به دوست پسرش وابسته میشه، به شوهرش وابسته میشه، یهو چه میدونم اس ام اس اینو میخونه با یه دختر دیگه خودش رو بیکشه. داشتیم. خب اینا
اون کلاستر سیان. بعد ما اومدیم گفتیم حالا ببینیم تو هر کلاستری پزشکای مطرح شهرهای مختلف. خب بچه‌مون پخش شده بودن شهرهای مختلف. خب این پرسشنامه رو بدیم مثلا فلانی جراح خیلی معروف اون شهره. ببینیم کلاستر شخصیتش چیه. این چقدر جالب بود. بچه‌ها توی مطالعات چیزای کاربردی رو در بیاریم. الان انقدر ما هر چیزی از علم و اصلا برداشتمون نمیدونم چه جوری برداشت 206 لنکروزه واقعا. الان بخوام بچهای رزیدنت پایان نامه بگیرن، اونایی که تو پژوهشن RCT باید طراحی کنی ببینیم این با این بابا ما اصلا نه علم تولید میکنیم نه آخرش هم خالی بندی میشه، یه چیز افتضاح توش در میاد. خب یه چیز کاربردی. الان مثلا ما مریض برامون میاد، ما الان این هفته بچه یه دختر 13 ساله، یه دختر 16 ساله داشتیم سرطان وسیع تیروئید که ما از قاعده جمجمه تا روی قلب مدیاستن فوقانی همه رو دایسکت میکنیم. خب این چرا تو این دختر این اتفاق افتاده؟ کجا زندگی میکنه؟ ببین این اطلاعات پایه انقدر کمک کننده هست. ما 2 هفته پیش گروه طب اجتماعی وزارتخونه کنگره گذاشته بود، اونجا هم رفتیم دوباره همه شروع کردن به این و فلان. قبل من دکتر ملک زاده صحبت کردم. خب استاد ملک زاده میدونید که توی بیماری گوارشی ایران خب خیلی خوشگل کار کرده، قشنگ کار کرده، حالا هر جوری بوده ولی خیلی قشنگ کار کرده. در آورده تو گرگان چیا هست، سوخت فسیلی چه اثری داره، نمیدونم تریاک اثرش چیه، چرا کنسر مری انقدر زیاده. میدونید کنسر مری نقطه داغ دنیاست اونجا تو گنبد و اینا. خب چرا این اتفاق افتاد؟ ببین همه چیزایی که در آورده بود، همه چیزایی که در آورده از این اطلاعات پایه بود. نیومده بود یه چیزی مثلا یه چه میدونم فلان تارگت تراپی رو من انجام دادم ولی رزیدنت های ما الان باید اینا رو انجام بدن چون گروه ازشون قبول نمیکنه. من میگه آقا بیا مثلا اطلاعات دموگرافی نمیدونم کنسر تیروئید رو در بیار. من بایاس دارم، داره به من از یه جای خاص حتما ارجاع میشه، از زاهدان ارجاع میشه، از قم ارجاع میشه، کاشان ارجاع میشه. ولی اگه همه اینا با هم ثبت بشه چه اطلاعات خوبی میتونه به ما بده؟ ما تو کنگره وزارتخونه هم جالبه که اومدن صحبت کردن، بعد من اونجا هم همینو گفتم. خودم سخنران بودم ولی به عنوان انتقاد گفتم که بابا بیاید اطلاعات پایه بدیم به بالادستی‌ها. من خودم توی قم یه مقطع زیادی تر هم اونجا بودم. خب جاده ترانزیت دیگه، بیمارستان مرکزیش هم بودم که اورژانس هوایی داشت. بچه این 7-8 سالی که من اورژانس کار کردم، اورژانس وحشتناکم کار می‌کردم. یعنی از هر کی بپرسید هیچ مریضی رو نمیگفتم اینو بفرست فلان، همه رو خودم انجام میدادم، اصلا هیچ کی هم نمیفرستادم. یعنی واقعا اورژانس کار کردم. این تو این 7-8 سالی که من اونجا بودم تمام کسایی که با تصادف فوت شدن ماشیناشون پژو و 206 و 405 و سمند و پراید و اینا بود. خب یه دونه تصادف تویوتا اومد که 3-4 تا خانم بودن فقط سرشون اینا خراش برداشته بود، اونم سرپایی خوب شدن رفتن. خب ببین اگه ما این اطلاعاتای گزارش بدیم و پخش بشه دیگه کسی جرئت نمیکنه بیاد بگه که آقا این ماشینا با هم فرق ندارن که من چه اتفاق، کسی کشته نمیشه که. خب ما داریم تولید میکنیم فلان میکنیم. من اینو تو این کنگره هم گفتم بیاد اطلاعات اینجوری بدیم. الان ما به عنوان داریم قربالگری سرطان میگیم، ما جایی رو داریم رجیستر بشه سرطانا، ثبت بشه. بعد اون که داشت پنل اداره میکرد که بعداً فهمیدم چقدر اون چیزی که دکتر میگه. آره اون گفت نه ما رجیستر میکنیم، اون مبحث بعدی رو آقای رجیستر میاد میگه رجیستر وزارتخونه است. اومد صحبت کرد گفت من الان یه هفته است میخوام برم تو سایت رجیستر نمیتونم. چه جوری میشه رفت؟ یعنی خودش مسئول اون بود و نمیدونه، یعنی ثبت نمیشه دیگه، همه چی الکیه. کلا بس اینا رو میخوام بهتون میگم. ما اومدیم این مطالعه رو تبیین کردیم، این مطالعه رو درست کردیم، فرستادیم پرسشنامه ها رو شهرهای مختلف، بچه‌ها با اون همکاری کردن، خیلی نتایجش جالب بود. بچه‌ها توی تخصصات مثل پاتولوژی و رادیولوژی، تخصصایی که به بیمار زیاد وابسته نبود، اما یه چیز کلی در اومد، همه جا کلاسترهای بی پزشکای خیلی پررنگی بودن. حتی اگه پاتولوژیست هم بود، اون پاتولوژیستی بود که میرفت پورسانت به پزشکا میداد، آپاندیساشون رو جمع میکرد. خب اونم کلاستر بی پررنگ بود. ولی داشتیم توش هم نورولوژیستی که کلاستر A و موفقه. خب یا مثلا رادیولوژیستی که کلاستر، پس کلاستر بی خیلی. ولی تو جراحی ارتوپدی اینا دیگه واضح بود. یعنی حالا بازم شرایط رو ببینید دیگه. من الان یه باز صحنه آرایی بکنم براتون. فکر کنید رفتید توی اورژانس، این اتفاقایی که افتاده. من توی بهبهان یه 2 تا طایفه عروسیشون بود، اینا با تیر همدیگر زده بودن. با تیر هوایی میزنن دیگه. اونجا لورای بختیاری اینا زیادن. اینا به هم زده بودن.
بعد من یک آن رفتم تو اورژانس، 2 تا وانت آدم آورده بودن که بدنشون تیر خورده بود. خب حالا تو چجوری باید با اینا صحبت کنی؟ اونی که بدحاله رو جدا کنی، اون یکی داره اعتراض میکنه مثلا یه تیر از بغل من رد شده چرا رسیدگی نمی، اونو بشونی سر جاش. بریم یه ذره جلوتر. من اولین کشیکم تو اورژانس بیمارستان بهشتی قم بود، اولین کشیکم تو یوتیوب و تو اینا بزنید هست. یه نفر تو اورژانس اومدن سرشو بریدن، یعنی جلوی دوربینا سر این چیزا رو یکی یه پیرمرد مثلا با عصا داشت میزد تو سرش، بچه‌هاش هم هر کی داشت به این یه چاقویی میزد. خب حالا تو فکر کن بعد بری وسط اینا مثلا اینا رو جدا کنی، بعد مریضتو برداری ببری اتاق عمل. یعنی تو وایسای آدم تبهکار، دزد، جانی، قاطع، اصلا نونت تو ایناست. یعنی نونت تو اینه که یه نفر مست کنه مثلا بره تو جاده تصادف بکنه تو ببینیش، منتظری مثلا همچین آدمی رو ببینی. خب و بشونی سر جاش باهات صحبت کنی، دلشو به دست بیاری. بعضی وقتا مثلا دل یه آنتی سوشیال رو به دست بیاری. آره خیلی کار سختیه ها. به خاطر همین بچه من همیشه به بچه‌ها میگم مثلا همین بیمارستان چقدر فارغ التحصیل داشته، کلی فارغ التحصیل داشته، همه گم شدن تو تاریخ پزشکی، هیچ کدوم نمیبینی. هیچ کی جراحی بشه مثلا هم سینا و جراحای معروف داره، کیان کجان. خب این اتفاق میفته. این اتفاق هم همین جاها میفته. شما باید خیلی با دید باز انتخاب رشته کنید. باز تو رشته‌هایی که جراحیشون زیاده بچه یه مسئله مهم، مسئله لگاله. خب من مطمئنم که کسی راجع به براءت گرفتن از مریضا باهاتون صحبت نکرده، درسته؟ گفتن بهتون که این براءتنامه چه چیز پر اهمیتیه؟ اهمیت نداره. آره میدونی من این بحثم با همکار شما رضایت بگیرید فایده نداره که، رضایت بگیرید فایده نداره. میدونی چرا؟ چون همکارای ما پزشکن دیگه، تک بعدی. این فقط تا هیئت‌های کارشناسیشو دیده. خب ببین از یه جایی پرونده شما میره تو قوه قضاییه، اونجا دیگه اصطلاحات میشه همین اصطلاحات، خیارات. خب خیارات دیدین که بخوای قولنامه بکنی خونه. خب اصطلاحات میشه این بری و ذمه، بری و دم، بری و ذمه، بری و دیه. شما اگه این 3 تا لغت رو نوشته باشین هیچ قاضی نمیتونه به خاطر قصور پزشکی شما رو بندازه زندان. شما با یه اعتراض کوچیک میتونید بگی من براءتنامه گرفتم، هم براءت ذمه گرفتم، براءت دیه گرفتم، براءت دم گرفتم. هیچ کی نمیتونه بندازتت زندان. ولی اگه این 3 تا لفظ رو ننوشته باشی قاضی براءت میندازتت زندان. یه وکیلی توی قم بود بچه‌ها، این میگشت کسایی که تو سن پایین فوت شده بودن با خانواده‌هاشون صحبت میکرد. بچه‌ها ببینید یه جاهای قصور انجام میشه، یه جای تقصیر. میدونید فرقش چیه؟ قصور اینه که شما کار کردی ولی مریضت مرده، حالا به هر عنوان. خب تقصیر یعنی شما اصلا نظامات رو رعایت نکردی. ببین وقتی تقصیر انجام داده باشی کل پوشش بیمه از رود برداشته میشه، اصلا قضیه جنایی پیدا میکنه، در عین حال که اون طرف قضیه هم جنایی هاش. یعنی شما اگه پرونده فوتی داشته باشی بری تو دادگاه قضایی بهت میگن متهم به قتل، اینو بهت میگن، یعنی با این عنوان خطابت میکنن. حالا این 3 تا رو نوشت، اون وکیل رو میگفتن، این وکیل میگشت دنبال خانواده‌ای که کسی جوان توش فوت شده بود. اکثر پزشکام که اینجا دانشگاه تهرانه، نمیدونم میگیم اخلاق پزشکیامون فلانن، پزشکی قانونیامون فلانن، ولی هیچ کی اینا رو توضیح به آدم نمیده. پس ببین دانشگاه‌های دیگه چه خبره. هیچ کی با این لفظای پزشکی و فقهی آشنا نیست. ببین فقهی، خب همون خیاراتی که بهش میخندی یهو چه خیارای عذاب در میاد. خب ببین اونجا شما میتونی اعتراض بکنی. حالا این وکیل چیکار میکرد؟ وکیل میومد میگفت که خب خانواده اولیای دم شما رضایت ندید، مثل ماشین که به کسی میزنید، شما بیمه شخص ثالثت حکم این رضایت گرفتن رو داره، شما از زندان میای بیرون بیمه شخص ثالث. ولی تو پزشکی اینجوری نیست. تو پزشکی اگه بگیرنت و قتل اتفاق افتاده باشه یا قصور اتفاق افتاده باشه شما رو حکم بازداشت برات میزنن در مرحله اول. خب بعد اینجا یه تیکه برره‌ای میشه، میگن بدل از حبس. بدل از حبس یعنی که خشکه حساب بکن، حبس نرو. خب راجع به اینم خیلی من خاطره دارم. ما یکی از رزیدنتامون اومد یکی شالدوم بذاره، مریض فوت شد. مریض مثلا 12 13 تا هم کنسر داشت، حالا فوت شد. کل قصوری که به رزیدنت ما خورد 0.5% بود. بعد بدل از حبسش 2/3 دیه کامل بود. بعد به 3 تا رزیدنت 2/3 دیه خورده بود. یعنی اون موقع دیگه حالا هر چقدر بود 70 میلیون، یعنی 210 میلیون اینو بعد میدادن به قوه قضاییه فقط به خاطر بدل از حبس. چیز خودش 0.5% مثلا میشدش 700,000 تومان، مثلا 1 میلیون تومان قصوری که به خانواده چیز میداد. ببین اینا چقدر مهمه، اینا چقدر مهم شما باید بدونید. حالا این وکیل میومد
میگفتش این پزشکو بندازید زندان، ما رضایت نمیدیم، خانواده‌اش بیان با ما صحبت کنن. یکی از دوستای خودم که عمل باریاتری کرده بود، یه دختر فراری رو که بعد دیدن این دختر فراریه باباش بنگاه ماشین داره، اون وکیله رفت باهاش جوین شد و شاید مثلا 5-6 سال 7 سال پیش بود. خب براش گفتن ما 9 تا دیه میگیریم تا رضایت بدیم این آقای دکتر از زندان بیاد بیرون. هنوز بچه‌ها داره ماهی 50 میلیون به حساب خانواده این طرف میریزه. ببین یه باریاتری کرده بود، مریضش فوت شده بود. حالا شما اگه این 3 تا لفظ رو نوشته باشین، حبس شما تبدیل به بدل میشه و هیچکی نمیتونه بگه آقا شما، من میگه به خانواده‌اش گفتم، براءتنامه گرفتن خانواده‌اش دیگه نمیتونن به من رضایت ندن، ولی خب جبران خسارتشون رو میکنم. من 20% شما محکوم شدی، اون 20% دیگه رو میدی. خب حالا تا آخر پزشکی ببینید کسی اینو بهتون توضیح میده؟ اصلا نه کسی میدونه نه کسی توضیح میده. بچه یه چیز خیلی بدم تو همه شما هست، همین که جزوه رو می‌نویسید به کسی نمیدید یا سوالا رو دارید به کسی نمیدید. خب این همینجوری میره جلو. یه سری اطلاعات دارید به کسی نمیدید، میگید بذار اونم پدرش در بیاد. اینم خیلی بده. به نظر من یکی از علتایی که بی برکت شده این کاروبار پزشکی اینه. یه ذره باید فراختر باشه سینا، اینا رو به هم بگید، اشتباهاتی که میکنید و این ور اونور بگید آقا تو دیگه این اشتباه نکن، این وکیله حواسش هست، مواظب باشید، اگه جوون اومد اصلا بستریش کردید براءتنامه رو بگیرید. خب میدونی اگه همه به هم اینجوری بگن دیگه کسی نمیتونه این کارا رو بکنه. خب اینا رو گفتم برای اینکه باز بیاید سر اون قضیه اصلیمون. پس اگه جراح میشی باید تحمل این شکایت و شکایت کشی ها رو داشته باشی. باز اگه بخوام صحنه‌شو مجسم کنم براتون، شما باید ببینی میتونی بری ببین دادسرای پزشکی قم با انقلاب یکی بود. یه بار که من با عنوان کارشناس رفتم، قبل از اینکه ما بریم تو 7-8 نفر رو زنجیر به پاهاشون بسته بودن و اینا قاچاقچی و تجاوز و نمیدونم 1000 تا جرم اینجوری داشتن. حالا این قاضیه از صبح داره با اینا سر کله میزنه، بعد تو به عنوان پزشک میری جلوش میشینی، پزشکی که از اول همه تیتیش مامانی بارش آوردن تو خونه، همه قربون صدقه‌اش رفتن، هر چی خواسته براش خریدن، درسش خوب بوده، هیچ معلمی بهش نگفته تو چرا اینو نخوندی. یهو میاد اونجا با یه قاضی که کت شلوار پوشیده با دمپایی اومده، الان پزشک شدی حالا بهت میگم. خب باید ببینید توانایی رو داری با اون سر و کله بزنی یا نه. اینا خیلی مهمه. بچه‌ها کلی من میتونم براتون بگم آدمای گنده که اومدن این شهرهایی که من بودم و ول کردن جراحی. یعنی خانم دکترامون که قریب به تا یه مقطعی میگفتم 100%، حالا یکی دو تا خانم دکترا موندن خیلی گردن کلوف بودن. تمام خانم دکترایی که میومدن قم ول میکردن، میگفتن ما دیگه کشک اورژانس نمیدیم. یکی از زنانیای قم شوهرش تو نظام پزشکی هم بود، رفته بود به رئیس دانشگاه نامه نوشته بود که خانم من فقط مراقبت‌های قبل زایمان انجام میده، سزارین و اینام نمیکنه. اگه میخواید تو این شهر بمونه، نمیخواید بره. اینقدر که این لود شکایت و این مسائل قانونی تو بعضی شهرامون زیاده. شما میتونید این آمارایی که بیمه ها میدن هم دقت کنید. ما یه آماری بانک کارآفرین داده بود، بیمه کارآفرین 7 سالشو داده بود، بیشترین شکایات استان اصفهان بود، استان قم بود، استان مرکزی. بیشترین شکایات، این 3 تا استان وحشتناک شکایت داشتن. بعد یه سری استانا مثل کرمان 7-8 سال پرداخت خسارت نداشت بیمه کارآفرین. ببین تفاوت مردم رو نشون میده. تو زاهدان اینجوری نبود، پرداخت خسارت نداشت. حالا این که دکتر گفت چه راهکاری میدین، واقعا اینجا دیگه باید اون اشتباه رو نکنید. بچه خودتون رو بشناسید، ببینید توانایی رو دارید که رشته‌های سنگین کار کنید. رشته‌های مثل رشته‌های جراحی بچه قابلیت‌های بدنی هم میخواد. ما عمل که میکنیم یه موقع 7 صبح شروع میکنیم 8:30-9 شب تموم میشه. خب بعضی عمل‌های ما اینجوریه، مثلا میایم فکو در میاریم، بازسازی میکنیم، فلپ میذاریم. خب شاید یه بار وسطش رفتی فقط در حد اینکه یه دستشویی رفتی و یه آب خوردی اومدی، در این حد. این توانایی اینو دارید که اینجوری وایسید. مثلا لارنگو فارنگو ازوفاژکتومی میکنیم، بعد براش حلق میسازیم. یه عملیه که 10 ساعت 12 ساعته. میتونید وایسید اینا رو یا نه؟ اگه نتونید این قابلیت رو نداشته باشید میاد جراحی، ولی در نهایت جراحی چی میشید؟ فتق و بواسیر. یعنی کل هنرتون اینه که فتق عمل کنید، بواسیر عمل کنید، فتق عمل کنید، بواسیر. تو رشته‌های دیگه هم همینا. مثلا نورولوژی میشی فقط یه برهول میذاری خونریزی رو در بیاری.
اینجا مغز رو سوراخ می‌کنی خونریزی در بیاد. هیچ کار دیگه ای نمی‌کنی. استاد امیر جمشیدی نمیشی. خب در حد همین کوچیک یا مثلا اورولوژی میشی، در حد میشی که اینایی که خون سالمندان احتباس پیدا کردن بری سند بذاری براشون. و ببین این همه درس خوندی میخوای این کارو بکنی یا نه هدف چیز دیگه ای؟ این صدا هیلتی اصلا نمیذاره من بشنوم. بلندتر میگی؟ خب من دارم بهتون میگم ببین توانایی بدنی یعنی چی؟ یعنی که شما کدومتون اونا که می‌خواستن بزنن جراحی ورزش کردید تو عمرتون؟ ورزش سنگین. خب کمرتون قوی باشه، دستتون قوی باشه، فیله کمرتون قوی باشه، دستتون قوی باشه. خب عضلات پاتون قوی باشه، ساق پاتون قوی باشه. یعنی این بالای صحنه‌های آدم می‌بینه. دکتر چیز گوش میدی؟ یه صحنه میبینه مثلا من یه چیزی میگم یا مثلا یه صحنه خیلی خنده‌دار انگشت تو دماغه. بعضی حواسشون نیست انگشتو میکنن میچرخونن. من خندم میگیره هر دفعه. خب یه چیز دیگه اینه که شما کار هنری کردین یا نه؟ چه میدونم خط، خوشنویسی، کار با دست، ظرافت با دست بلدین یا نه؟ خب اگه این کارا رو نکردید هیچ کدومو نمیشه که توی 30 سالگی بگی من جراح خوبی ام. مثلا با دست تا حالا کار نکردی، خطت هم خرچنگ قورباغه است، من جراح خوبی ام. نه معلومه نیست. تو اصلا این همه سال بهت درس دادن نتونستی الفبای فارسی رو خوب بنویسی. میخوای بری مثلا رگ دایسکت کنی، میخوای بری عصب دایسکت کنی. خب اینا خیلی به هم ربط داره. شما بیاید باز تو استادا بگردید، استادایی که خیلی تاپن همه دستخطای خیلی خوشگل دارن. خیلی قشنگ. با دستشون میتونن کار کنن. دستشون برای خودش نمیره. اونا که دستشون برای خودش میره اینا جراح خوبی نمیشن. اینا رو بعد بذاری کنار هم. کار هنری، قابلیت‌های بدنی، قابلیت جسمانی. اگه اینا رو داری بعد بیای تو فیلدهای جراحی که کارهای سخت دارن. اگر اینا رو نداری و همچنین شخصیتی داشته باشی که بتونی جلو جمع صحبت کنی، نه که وایسی جلو جمع می‌خوای صحبت کنی استرس بگیری. خب تو این استرس اولین نفر میدونی کی میفهمه؟ اون آنتی سوشیالاتی که زیر دستتن. اون قاچاقچی خودش آخر این کاره، مثلا آخر اینه که بندازه جنسشو بکنه تو پاچه مردم. خب اون سری میفهمه تو استرس داری، تو اصلا این کاره نیستی. خب میتونی خودتو کنترل کنی، اصلا بادی لنگویج میدونی چیه، میتونی با طرف صحبت بکنی، میتونی ماسکه کنی، ناراحتی خودتو ماسکه کنی، خوشحالی خودتو ماسکه کنی. این قابلیت‌ها رو اگه داری میتونی بیا یه جراح مطرح بشی. نمیگم جراح مطرح. الان تا دلت بخواد جراح داریم که دارن اصلا زدن تو کار بلفارو، مثلا اینجا رو بی اس سی میزنیم پلکو برمی‌داری و قیمتش هم خوبه. خب شاید اونا الان به ما میخندن، میگن این از صبح میره تا شب وای میسه برای 700,000 تومان. خب شاید اون به ما میخنده، ولی کلا اون رضایت قلبی بچه من تقریبا اون 7-8 سالی که قم بودم علاوه بر فیلد تروما که خیلی دوست داشتم کار میکردم، یه فیلد دیگه که کار میکردم پلاستیک بود، مامو ابدومینو. اصلا فکر میکردم من جراح پلاستیکم اونجا. خب انقدر که ولی یه مقطعی گفتم من دیگه این کارا رو نمیکنم، اینا همه تموم، من دیگه میخوام زوم بشم رو کنسر. خب یه تصمیم دیگه آدم مثلا بگه من میخوام تو این فیلد، حالا به هر علت. خب با اینکه از نظر درآمدی اصلا قابل قیاس نیست. اینا رو همه رو بذارید کنار هم. یه نکته خیلی مهمم اینه کلا برای ادامه دادن توی پزشکی میگم میخوام وارد خونریزی گوارشی بشم، حواستون باشه بچه احتیاج به ساپورت مالی دارید. دیگه الان مثل قبل نیست، هیچ کم دلش نمیسوزه بگن اینا نخبه‌های این کشورن، اینا رتبه آوردن. خب هیچ کی دلش نمیسوزه به حالتون. یعنی شما یه مدت زیادی تحصیل میکنی بعد میری میبینی از اسنپی اونجا که 1/10 اسنپ اون شهر داری درآمد داری. خب 1/10 اسنپ. پس حتما باید یکی ساپورتتون هم بکنه ها. ساپورت مالی خیلی مهمه. بچه‌ای که کلاس نمیدونم کنکور دارن فلان دارن، اینا رو ول نکنن، برندهای خودتون رو حفظ کنید. این طرف اتفاق خاصی فعلا قرار نیست بیفته و با این وضعیتایی که می‌بینیم هم بعیده که ظرف چند سال آینده این اتفاق بیفته. خیلی به این چیزا دقت کنید تا جایی که میشد راهنمایی کرد و میشه جلوی جنبگی ایناست. باز اگه بچه‌ها سوال داشتن ما یه سری راجع به جراحی اینا صحبت هم کردیم، بچه‌ها تو آپارات و این ور اونور گذاشتن، اونا رو اگه خواستین گوش بدین. تو اینستاگرام گذاشتن، اینستاگرام خودم اگه خواستین فالو بکنین. یه اینستاگرام شخصی گندمکار آندرلاین حسین دارم، یه دونم کنسر سرجریه. کنسر سرجری سایتش هم داریم، عملامونو میذارم اگه خیلی دوست دارید عمله فیلد جراحی سرطان. فیلد جراحی بچه 2 تا فیلد میشه آخر جراحی، یکی جراحی کنسره، یکی جراحی عروقه.
این دو تا فیلد تقریبا دیگه شما همه کار میکنید. من حالا جراحی کنسر یه پله شاید از اون بالاتر هم هست. تقریبا چیزی نیست که نتونید عمل بکنید. جراحیاش جراحی جذابی، آناتومی قشنگه. بچه‌ای که جراحی رو دوست دارن حتما اینا رو هم نگاه بکنن. باز اگه سوالی چیزی داشتین هر موقع راهنمایی خواستین تو انتخاب رشته اینا بگید، تا اونجا که وقت باشه حتما با هم صحبت. دیگه اشتباه بچه‌ها نکنید، مواظب باشید کسی گولتون نزنه. اینا رو مواظب باشید.